شام دوشنبه دویم ماه سال 2022 در شهر نگینسک ولایت مسکو واقع در تقریبا 50 کیلومتری شهر مسکو حادثه روی داد که به معجزه شباهت دارد. در اینجا در بین چند دقیقه از تیرزه قبط ششم بنای استقامتی دو کودک، دو برادر، یک 3 ساله و دومی 2 ساله به زمین افتادند و هر دو زنده ماندند. با وجود افتادن از چنین بلندی حتی دست و پا یا یگان قبرغه این دو کودک نشکسته است. به گفته شاهدان اول طفل خرده 2 ساله راست بر روی زمین افتاد. بعد چند دقیقه برادر کلانی او هم از قبط ششم سر و زیر شد، ولی در زیر تیرزه الکه مردم زیاد جمع شده بود و یک مهاجر تاجیک توانست کودک افتاده را با دستانش بدارد و از افتیدن به زمین نجات بدهد. لحظه در تخته تیرزه آویزان شدن یکی از این کودکان را یک شاهد توانست با تلفن ثبت کند. خبرنگار کمسمولسک پراودا از جای حادثه گزارش داد که مادر کودکان آن ساعت در کار بوده است و پدرشان آنها را در خانه تنها گذاشته برای خرید و مغازه رفته است. در وقت نبودن والدان این دو کودک به بالای جیوان که در نزدیکی تیرزه بود برآمده از آنجا بر روی تخته تیرزه پای گذاشتند و سپس تیرزه را کشوده بیرون برآمدند. الکساندر سزوف ساکن 37 ساله نگینسک و شاهد این حادثه به ژورنالیستان تفصیلات به طور معجزه‌ای نجات یافتن این دو کودک را نقل کرده است. سزوف با دوستانش در آن طرف راه در قهوه‌خانه نشسته بودند که افتیدن کودک یکم را دیده به جای حادثه شتافتند. ما اول حتی نفهمیدیم که چه گپ شد. ما دویدیم، همسایه‌های ما از ارمنستان دویده آمدند، بچه‌ها از تاجیکستان دویده آمدند. کودک خردسال را دیدیم که در روی زمین افتیده است. او حتی از هوش نرفته بود، قریب گریه هم نمی‌کرد. همسایه من او را بر روی دست گرفته و من به یاری تاجیلی زنگ زدم. یک همسایه دیگرمان که طبیب بود آمده و به معاینه کودک سر کرد. نقل کرده است این شاهد به گفته او همین وقت آنها دیدند که کودک دوم هم از تیرزه بیرون برآمد. ما حتی فرصت نیافتیم که یگان کرپه یا کرتکه را پهن کنیم و همه مردها آنجا جمع شدیم که 6 نفر بودیم. دستایمان را برداشتیم که کودک را به زمین نیفتاده با دست بداریم. او بعد چند لحظه از تیرزه سر و زیر شد. یک بچه تاجیک توانست او را در روی قفس سینه‌اش بدارد و او را نجات داد. نقل میکند الکساندر سزوف وقتی پدر کودک از مغازه برگشت دید که کودکانش بچه حادثه گرفتار شدند او به حالت شوک افتاده است. نسبت به پدر کودک میتوانند با اتهام در حالت خطرناک گذاشتن فرزندانش پرونده بکشایند. جزای حد اکثر برای چنین عمل در روسیه تا 1 سال زندان است. طبیبان بعد به بیمارستان بردن کودکان آنها را رنگین کرده معاین کردند که یگان جایشان نشکسته است. تنها کودک یکم که به زمین افتاد مغز سرش جنبیده، چند جای بدنش خراشیده است و زخم‌های سبک برداشته است. ولی مهاجر تاجیکی که کودک دوم را نجات داد این طفل را به دست دیگران داده از پس کارهای خود رفته است. او از صحبت با ژورنالیستان خودداری کرده گفته است که یک وظیفه انسانی خود را اجرا کرده بود که کرای گفتن نمی کند. بنا به اطلاع دریافتی این مرد تاجیک در یکی از شرکت‌های کمونالی نگینسک کار کرده همراه هموطنانش در بیرون از شهر در یک داچه اجاره می‌شیند.